همداران عزیز سلام علیکم. 19 سپتامبر 2025 قرار داریم در محله سامغوری ولایت سوخت در یک زمین بکار خوابیده بود که به گردش در آوردن امسال با استفاده از آب زیر زمینی. من آب رو میبینید، من اینجا آب رو اومده شده است، این آب از زیر زمین است. همین خیلی آب رو اومده که همونجا چند تا قبور هم خیلی برآمدگی آب یک جا برآمدگی و بعد آوردگی اونجا هم آب ریختاده است. دیدید؟ باز ما میپرسیم دادر جان اینجا بید، اینجا بید، نامتان چی شما؟ عبدالمجید جان، آبتان آب زیر زمینی می چاه کندگی می این کجا بکندگی؟ بالا با اینقدر آب سر آمده است. این توربه چند قدر برآوردگی شما؟ چقدرش صد؟ اینجا چی کار دید شما؟ بیده گندم آرالش. بیده گندم آرالش. یکم سال. این زمین ها گردش به یک عمر نبوده نه؟ سنگلاخ. هم تو زمین بیکار خوابیده بوده؟ اینا گردش به انداختن. کی کاری دید بیده قطعی گندم؟ این داره شده. برآمده است به حالی؟ این چندم آبش؟ همین دویم آبش سر کده. دویم آبش سر کده. همداران عزیز من ببینید خلق آباد کرده ایستاده است. زمینی که یک عمر از گردش مانده بود، من گردش نبود. از پیدایش آدم این زمین در گردش نبود. سنگلاخ است ببینید، درناش پوری سنگ است. همینا رو آباد کردن جوانمردای تاجیکستان. عبرت گیریم هممون، همه زمینا رو نمانیم خالی، آباد کنیم. ببینید اونجا با هم آب رو مسود است. همه خیلی آب داده است. همون طرف کندگی و بعد تا زمین خیلی قبور رو بردگی و بعد همون بعد پرواد بره برو بردگی دید. من همین نشو بینید، همین نزدیکتر شد نیده. من همین این آب ببینید. 60 کده آب رو مسوده. اینقدر مهنت، اینقدر آبادکاری. اینه بینید. اگر سرمایه‌دارها جوانمردها در تاجیکستان هم خیلی آبادکاری بسیار کنیم، دولت ما مملکت ما آباد شده می رود. من بیده برآمده است. بینید بیده قطعی گندم یک جایه. باید پرسیم کنید چی تخمی باشد؟ عبدالملک تخمی بیده چی نام دارد نمیدانید؟ ازبکستان؟ نامش تاشکند می؟ بیده تاشکند یک بوده است. گندم چی؟ گندم نیست نفلامو. این تازمیستون یک وجب میشد می عبدالملک؟ هم خیلی ها؟ بهار تیار میشد. بهار با تیار میشد در آوبه ماهی مایبه. بعد دویم سوم چهارم در سال آینده زور میشد. بعد همداران عزیز آب مونیا بینید مایده آب مونده شد رفت شده شد. سنگ بینید چه زمین رو آباد کردن. سنگ خالی. اگر زمین های ولایت ختلان در اینجا باشد، اگر اینا بگمونم که بیشش میگردانن یک در همه وای گوشتی لحمی طرفی ولایت ختلان. همداران عزیز در پناه خدا باشید. من این بود یک نواره از آبادکاری جوانان ولایت سوخت. عبدالملک رحمت شما با در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد.